الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان و عزیزان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستم با پاسخ به پرسش های دینی شما بزرگواران. اگر دختری مریض ماهوار باشد قرآن کریم بخواند مشکل ندارد؟ این رو بارها بیان کردم حکم این مسئله را که نظر جمهور علما، چون که بحث ماهوار را یا همون عادت ماهیانه را قیاس میکنند بر جنابت، نظرشون بر این است که زن در این ایام قرآن نخواند مگر چیزی که به عنوان به اصطلاح ذکر باشد یا دعا باشد. اما نظر امام مالک رحمت الله علیه این است که چون که دلیل صحیح و صریحی در این زمینه وجود ندارد، زن میتواند که در دوران عادت ماهیانه قرآن تلاوت بکند، منتها به شرط این که قرآن را دست نزند. به نظر من قول امام مالک رحمت الله علیه در این زمینه وجیه‌تر و مصلحت هست. آیا سحر و جادو حقیقت دارد؟ بله، سحر و جادو حقیقت دارد. قرآن کریم در واقع از آن سخن گفته، داستان حضرت موسی علیه السلام و ساحران و همچنین در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سحر شدند و این یک واقعیتی هست که قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن سخن گفتند و بنده در برنامه سحر و جادوگری تمام این مسائل را به صورت مفصل بیان کردم و در پیج و یوتیوب هم هست، اگر که دوست داشتید می توانید که ببینید. نماز تراویح را باید چند رکعت ادا نماییم؟ هر تعدادی که امامتان میخواند. اگر شما در مسجد هستید 20 رکعت میخواند امام شما یا 8 رکعت میخواند، از امامتان پیروی بکنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیله. هر کسی که با امام نماز تراویح بخواند، نماز قیام بخواند تا زمانی که امام نمازش رو تمام میکند، قیام شب برایش نوشته میشود، یعنی این ثواب و این فضیلت به اون میرسد. در منزل بودید به صورت تنهایی اختیار دارید، 8 رکعت خواندید هم خوبه، نشاط داشتید و توانایی داشتید 20 رکعت خوندید باز هم خوب هست. نه تنها 8 رکعت سنت هست و نه اینکه بیشتر از 8 رکعت بدعت باشه، هم 8 رکعت جایز هست و هم 20 رکعت جایز هست. اگر خواستید بیشتر از آن هم خواندید هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد، اما بیشتر علما نظرشون بر این است که همون 20 رکعت خوانده بشود. در اتاقی که مادر و خواهر ما باشه نماز بخوانیم و حجاب کامل نداشته باشیم درست است نماز ما؟ نمیدونم که منظور شما از حجاب کامل نداشته باشیم چه هست. برای نماز یکی از شرایط صحت نماز این است که باید بدن پوشیده باشد. برای خانم ها تمام بدنشون و برای آقایون از ناف گرفته تا زانویشون این قسمت حتما باید پوشیده بشود و اگر یک قسمتی از این جاهای بدن نمایان بود نماز از نظر شرعی درست نیست و باطل هست، زیرا که یکی از شرایط نماز به اصطلاح منتفی شده. اما اگر منظورتون این است که مثلا که چادر نماز ندارید، این اشکالی نداره، لازم نیست که حتما چادر نماز باشه یا مثلا روی چادر بپوشید. یک کسی مثلا لباس گشادی داره با روسری هم نماز خوند، از نظر شرعی اشکالی نداره، نمازش کاملا صحیح هست. جنین چند ماهه باشه بهش فطری تعلق میگیرد. برای جنینی که هنوز به دنیا نیومده لازم نیست که صدقه فطر بدهید. اگر بدهید اشکالی ندارد، شاید اولادها رو بهتر باشد، اما واجب نیست، فقط برای کسانی که زنده هستند و در حیات هستند برای اونها هست.
اگر در نماز هر سوره‌ای میتوانیم بخوانیم، بله هیچ گونه اشکال نداره. در نماز هر سوره‌ای که بلد هستید و حفظ هستید همون را بخوانید. یک سوره بلدید، دو سوره بلدید، اگر بیشتر بلدید بهتر است که تنوع داشته باشه، که آیات بیشتری بخوانید، سوره های بیشتری بخوانید، از به حفظتان مرور بشود. اما فرض بکنیم که یک فردی فقط یک به اصطلاح سوره حفظ هست یا دو سوره حفظ هست، چند سوره کوتاه حفظ هست، اشکالی نداره. همین سوره ها رو همیشه در همه نمازها بخواند، از نظر شرعی ممانعتی ندارد. به صورت کلی برای هیچ نمازی، نه نماز فرض و نه غیر نماز فرض، خواندن سوره خاصی اضافه بر سوره فاتحه لازم نیست. سوره فاتحه رو در تمام نمازها باید بخوانید، هم نماز فرض و واجب و سنت و نفل و هر چی که باشد. در تمام نمازها باید سوره فاتحه خوانده بشود. اضافه بر سوره فاتحه هیچ سوره مشخص نیست. هر سوره‌ای که بلد بودید و خواندید ولو سوره تکراری باشد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. درباره ازدواج با خواهر رضاعی معلومات بدهید. ازدواج با خواهر رضاعی، با خواهرزاده و برادرزاده رضاعی از نظر شرعی جایز نیست. یک قاعده کلی داریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر چیزی، هر موردی که ازدواج کردن با او از نظر نسبی جایز نیست، از نظر سببی و رضاعی هم جایز نیست. ازدواج با خواهر رضاعی، ازدواج با دختر رضاعی، با مادر، همون گونه که ازدواج مثلا با خواهر و خواهرزاده و برادرزاده و دختر، یا مثلا مادر و بقیه موارد عمه و خاله که هستن، ازدواج با این خویشاوندان نسبی جایز نیست. ازدواج با همین افراد از طریق رضا و شیرخوارگی هم جایز نیست. یعنی ازدواج با خواهر رضاعی، ازدواج با خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله رضاعی از نظر شرعی جایز نیست و حرام است. لکه بینی باعث باطل شدن روزه می شود. اگر این که لکه بینی به اصطلاح در ایام عادت ماهیانه هست، یعنی یک فرضی به قول معروف مثلا میدونه که الان مثلا امروز و فردا وقتش هست که عادت ماهیانه شروع بشود، اگر در این ایام لکه دید، این به معنی این هست که عادت ماهیانه شروع شده. ولو این که امروز مثلا لکه دید، فرداش به صورت کامل پاک بود، پس فرداش لکه دید، این هم امروز روزش باطل هست و هم فردایی که پاک هست از نظر مثلا لکی نداره هم نباید روزه بگیرد، زیرا که این پاکی در وسط و در ایام عادت ماهیانه جز خود عادت ماهیانه شمرده می شود و روزه درست نیست. ریختن قطره داخل چشم روزه را باطل می کند؟ خیر. قطره داخل چشم بریزید و همچنین داخل گوش، ولو این که طعمش را در حلق هم به اصطلاح احساس بکنید، باز هم شکننده روزه شمرده نمی شود. آموزش غسل جنابت. غسل جنابت را بارها اعلام کردم و بیان کردم خدمت شما بزرگواران. غسل جنابت همون گونه که از اسمش مشخص است، یعنی غسلی که بعد از به اصطلاح جنابت صورت میگیرد. جنابت یعنی چی؟ جنابت یعنی این که یک کسی همبستری کرده باشد، زن و شوهری با هم همبستر شده باشند، یا این که منی به اصطلاح خارج شده باشد، چه در حالت خواب یا چه در حالت بیداری. به صورت کلی مواردی که غسل را واجب میکنند چند مورد هستند. اولین و معروف ترینش همین همبستری هست، زن و شوهر با همدیگر همبستر بشوند. دومین موردش خروج منی هست، خروج منی، چه به صورت بیداری باشد یا چه به صورت خواب باشد، چه در خواب یا چه در بیداری. در هر دو صورت اگر که چنین اتفاقی افتاد، کسی چه مرد چه زن ارضا شد، حتما باید غسل بکند. این غسل جنابت هست. و یک مورد دیگری که غسل واجب می شود این است که زن از عادت ماهیانه یا خونریزی بعد از نفاس پاک بشود. در این صورت ها غسل واجب هست. در تمامی این موارد غسلش یکی هست، هیچ گونه تفاوتی ندارد. و روش غسل این است که به صورت کامل ترین روش غسل این است که شما وقتی که به حمام می روید اول استنجا بکنید. اگر نیازی هست، به طور مثال اگر کسی همبستری کرده نیازی هست که عضو تناسلی خودش را آب بکشد، اول این کار را انجام بدهد و بعد از آن وضو بگیرد.
بعد از آن وضو بگیرد. دقیقاً همینطوری که شما برای نماز وضو میگیرید، کاملا به همین کیفیت وضو بگیرید و بعد از آن که وضو گرفتید می توانید برید زیر دوش آب، بروید زیر دوش، تمام بدن خودتان را به اصطلاح بشویید. رسول الله صلی الله علیه وسلم چون که در آن زمان دوشی نبوده و از کاسه آب برمی داشتند، ابتدا مثلا 3 بار آب برمی داشتند، روی سر خودشون می ریختند، موهای سرشون را می شستند، بعد از آن سمت راست بدن و بعد از آن سمت چپ بدن را، و در آخر وقتی که از حمام بیرون می آمدن، زیرا که در اون زمان قدیم مثلا آب زیر پا جمع می شد، وقتی که بیرون می آمدن پاهای خودشان را می شستند. این روش کامل غسل است. این گونه عمل کردید، شما غسل رو در واقع انجام دادید. برای غسل تلفظ یک جمله یا نیتی لازم نیست. همین که شما میدانید که در حالت جنابت هستید و به همین منظور می روید که مثلا غسل جنابت انجام بدهید، همین کفایت می کند. لازم نیست که حتما شما در به اصطلاح زبان خودتان یک چیزی را بیاورید. همین که نیت کردید و به اصطلاح تصمیم پاک شدن را دارید و رفتید تمام بدن را آب کشیدید، یعنی این که غسل شما درست هست. و غسل 2 تا رکن داره، یکی همین نیت طهارت هست و دوم این که تمام بدن شما باید شسته بشود، تمام بدن را آب بگیرد. اگر موقعی که روزه هستیم با همسر نزدیکی کنیم ولی بدون رابطه، آیا روزه باطل هست؟ اگر منظورتون از نزدیکی این است که زن و شوهر با هم بخوابند، در یک رخت خواب باشند، همدیگر رو آغوش گرفته باشند، اگر منظورتون از نزدیکی این هست، این جزء به اصطلاح این حرام نیست و روزه باطل نمی شود. اما در صورتی که رابطه جنسی داشته باشند به صورت کامل، در این صورت روزهشون باطل شده، گناهکار شدند، هم باید قضا بیاورند و هم این که کفاره بدهند. کفارش این است که برده آزاد بکنند، امروزه که این وجود نداره، بعد از آن 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرند و اگر توانایی 2 ماه پشت سر هم روزه را نداشتند، به جایش باید 60 مسکین غذا بدهند. این حکم برای هر دوتا به صورت جداگانه هست. آیا پول لباس دوختن خودم جز ثواب حساب میشه یا نه؟ لباس دوختن خودتان، اگر که به اصطلاح یعنی این که برای خودتون لباس میدوزید، یکی مواردی که انسان به اصطلاح همیشه باید مد نظرش باشه اینه که همیشه نیتش نیت خیری باشه، نیتش نیت خیر باشه. حتی کارهای عادی را که شما انجام میدهید با نیت میتوانید که اینها رو تبدیل به عبادت بکنید. یکی از کاربردهای نیت اساساً در به اصطلاح زندگی عبادی 2 تا کاربرد داره، 2 تا خاصیت داره. خاصیت اولش این است که عادات را تبدیل به عبادت میکند. عادات را تبدیل به عبادت می کند. مثلا چی؟ مثلا شما می روید، نیاز دارید که بروید بدن خودتان را بشویید، غسل بکنید، یعنی به اصطلاح حمام بروید. شما با این نیت می روید حمام، مثلا که من می روم حمام می کنم، بعدش مثلا 2 رکعت نماز می خوانم. شما مثلا بازار کار دارید، مثلا می خواهید برید بازار، هم نیت می کنید که من میرم بازار مثلا برای خانواده خودم یک چیزی بیارم که طلب رزق و روزی باشه. یا مثلا در ضمنش مثلا میگه که من به فلان مسجدی که دورتر هست میرم، اول فلان مسجد که تو بازار هست نماز میخونم، بعدش مثلا میرم بازار. خب همین که شما به طرف مسجد میروید، نیتتون نماز هست، این به شما ثواب میرسونه. همین لباسی را که شما میدوزید، ولی اینکه برای خودتون باشه، اگر نیتتون این باشه که من این لباس را میدوزم تا اینکه بپوشم، بدنم پوشیده بشه، با اون نماز بخونم به طور مثال، قطعا این عادت تبدیل به عبادت می شود. یکی از خاصیت های نیت این است که عادت را تبدیل به عبادت می کند و خاصیت دومش این است که عبادت را از عبادت تفکیک می کند. عبادت را از عبادت تفکیک می کند. به طور مثال در نماز صبح شما 4 رکعت می خونید، 2 رکعت اولش سنت هست، 2 رکعت دومش فرض هست. 2 رکعت سنت یعنی تعداد رکعاتش، رکوعش، سجدهش، تحیاتش، قرائتش دقیقاً مانند همون 2 رکعتی هست که به عنوان فرض خوانده می شود. و اون چیزی که این دوتا را از همدیگر تفکیک می کند فقط همین نیت شما هست که این دوتا را، نیت شما این است که نماز سنت هست و این 2 رکعت دیگر نیت شما نیت فرض است. پس بنابراین نیت هم عادت را تبدیل به عبادت می کند و هم این که عبادت را از عبادت تفکیک می کند.
اگر در ماه رمضان خواب باشی شیطان گولت بزند روزت باطل می شود؟ نه، باطل نمی شود. چه در شب باشه انسان یا در روز باشه، وقتی که احتلام شد حکمش این است که باید غسل بکند و اگر در روز بود هم روزه بود از نظر شرعی روزش نشکسته. آیا در پریودی ذکر میشه گفت؟ بله، ذکر گفتن هیچ اشکالی نداره. به اتفاق علما کسی که در حالت عادت ماهیانه هست میتواند که کاملا ذکر بکند و حتی تلاوت قرآن هم عرض کردم که اگر که کسی خودش بخواد از نظر شرعی دلیلی برای ممنوعیتش وجود ندارد. اگر قرآن را اشتباه بخوانیم گناه هست؟ اگر این که انسان به اصطلاح سبق اللسانی باشه، شما میخوانید دلتون این هست مثلا درست بخوانید، الان سبق اللسانی بشه، زبانتون به اصطلاح یه جایی نچرخه، اشتباه خوندید، نه، چیزی که غیر عمدی باشه از نظر شرعی گناهی شمرده نمی شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال از امت من در مورد خطا و نسیانی که یک کاری رو مرتکب می شوند اینو الله متعال کاملا معاف کرده، مؤاخذه نمی شود. آیا برداشتن وسط ابرو برای مرد جایز است؟ بله، هیچ گونه اشکالی ندارد. برای مردان جایز است. اگر کسی ابروهایش قفل باشد، به هم چسبیده باشد، یا الان تفاوتی نداره چه مرد باشه چه زن باشه، بخواد که اینا را از هم دیگر فاصله بده، وسط دو تا ابرو را بگیرد، از نظر شرعی ممانعتی وجود ندارد. وسط دو تا ابرو حکم ابروها را ندارد. گرفتن ابرو جایز نیست، اما گرفتن وسط دو ابرو از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. آیا شخص روزه‌دار مریض باشد و آمپول بزند یا سرم روزه باطل می شود؟ آمپول عادی نه. آمپول عادی روزه را نمیشکند. فقط آمپولی که مغذی هست، جایگزین آب و غذا می شود برای بدن، این جزء شکننده ها هست. و سرم هم که معمولا جایگزین آب و غذا هست، یعنی به اصطلاح آب بدن رو دوباره برمیگردونه، همون کاری که به اصطلاح خاصیتی که آب نوشیدن دارد و به بدن به اصطلاح آب میرسد، همین خاصیت مثلا با یک سرم انجام می شود. در این صورت جزء شکننده های روزه شمرده می شود. آیا خوردن بنزین ناگهان روزه چطور است؟ میشکند؟ نه، چیزی که ناخواسته باشد نمیشکند. هیچ کسی عمدن مثلا بنزین رو نمیخورد. شما میخواهید که از باک ماشین خودتون بنزین بکشید، ناخواسته مثلا یه مقدار فرو رفت، از نظر شرعی روزه شما نمیشکند. چیزی که عمدی باشد شکننده هست، اما چیزی که بر اساس خطا باشه، این یک نوع خطا هست، شما میخواهید که فقط بنزین بکشید، ناخواسته فرو میره و در این صورت جزء شکننده های روزه نیست و روزهتون درسته. خون آمدن بینی روزه را باطل می کند؟ خیر، خون آمدن بینی روزه را باطل نمی کند. اگر روزه گرفتیم لایه دندان ما غذا بماند روزه باطل هست؟ اگر این که به اصطلاح یعنی دیده و دانسته مثلا از لایه دندانتون بیرون آوردید و اینو فرو بردید، این جزء شکننده های روزه هست بعد از این که از آن گفته بود. اما اگر ناخواسته مثلا در ضمن مثلا آب دهانتون را فرو بردید، بعدا متوجه شدید که یک تکه ریزی مثلا غذای مونده باشه، در این صورت جزء شکننده ها نیست، روزتون نشکسته. چت با نامحرم در ماه رمضان حرام است یا نه؟ حرفهای بیهوده در میان دو نفری که با هم دیگر محرم نیستند نیازی نیست که با هم صحبت بکنند و خصوصا اگر صحبتهای به اصطلاح غیر متعارف و غیر اخلاقی باشه قطعا حرامه، هم در رمضان و هم در غیر رمضان. منتها در رمضان چون که حرمت شکنی ماه رمضان بوده، این گناهش سنگین تر هست. دندان بکشم روزه باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. دندان کشیدید، آمپول زدید، مسکن زدید، بی‌حسی زدید، دندان کشیدید، نه، هیچ اشکالی نداره، روزهتون درست است. آیا شخصی که میمیرد روحش وارد یک جسم دیگر می شود؟ نه، به هیچ عنوان. هر یک روح برای یک نفر هست. روح هیچ کسی وارد بدن دیگری نمی شود. روح هیچ انسانی بعد از این که میمیرد دوباره به دنیا باز نمی گردد و به یک بدن دیگر وارد نمی شود، بلکه ارواح مؤمنان و غیر مؤمنان بعد از این که از بدن خارج می شوند در عالم برزخ هستند و به دنیا باز نمی گردند.
آیا میشه با سحر و جادو کسی مریض شود؟ بله، امکان دارد که کسی مریض بشود. یعنی سحر و جادو بعضی در یک حدی هستند که انسان بیمار میکنه، بعضی در یک حدی هستند که انسان دیوانه میکنه، یا شاید مثلا انسان رو مثلا به کشتن بدهد. میتواند که با توجه به نوع سحر و جادو و شدتش عوارض مختلف و متفاوتی را دارد. همبستری هنگام ماهوار چه حکمی دارد؟ همبستری در هنگام عادت ماهیانه از نظر شرعی حرام هست، جایز نیست و الله متعال صراحتا این را در قرآن کریم بیان کردند و به اتفاق هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت همبستری در هنگام عادت ماهیانه حرام هست و جز گناهان کبیره در واقع شمرده می شود. آیا تتو کردن در وضو مشکل به وجود می آورد؟ تتو کردن از نظر شرعی حرام هست، خصوصا وقتی که مثلا بی مورد و بی دلیل باشه، برای رفع عیب مثلا نباشد. اما در وضو و غسل تأثیری ندارد. وضو و غسل کسی که تتو دارد، خالکوبی دارد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. وضویشان، غسلشان، نمازشون، روزهشون از نظر شرعی کاملا صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. میشه بگید آداب توبه چطوری هست؟ آداب توبه، خود توبه به معنی بازگشت به طرف الله متعال هست. بازگشت به طرف الله متعال. انسان با گناه کردن از الله متعال فاصله میگیرد، از اطاعت الله متعال و از قرب الله متعال فاصله میگیرد به طرف شیاطین که شیطان که در واقع او را امر کرده به گناه، به اصطلاح به اون طرف می رود. توبه یعنی بازگشت از گناه و نافرمانی به طرف طاعت و عبادت الله متعال، بازگشت از طرف هوای نفس و شیطان به طرف الله متعال. توبه معنیش این است که کسی قبلا گناهی رو انجام داده، خلاف اولایی رو انجام داده، کاری و کوتاهی رو انجام داده، الان میخواد که جبران بکند. توبه کردن یعنی 3 شرط اصلی دارد. این که انسان از گذشته خودش پشیمان بشود، این شرط اولش هست. دوم این که اون گناهی رو که از آن توبه میکند عملا از آن دست بکشد، یعنی یک گناهی رو انجام داده الان میخواد توبه بکند، این گونه نمیشود که دستش در گناه هست و با زبان میگه که من توبه میکنم. نه، این توبه نیست. حتما هم باید پشیمان بشود از گذشته، هم این که اون عمل را ترک بکند و هم این که تصمیم بگیرد که من از این به بعد چون این گناهی رو مرتکب نمیشم، تکرار نمیکنم. و شرط چهارمش که در مورد حقوق الناس هست این است که حقوق الناس را باید به آنها برگرداند. اگر حق مالی هست اون رو بازگرداند و اگر حق به اصطلاح معنوی هست، مثلا غیبت کرده، فحش داده، تهمت زده، باید از اون طرف برود حلالیت بطلبد. اگر این شرایط در توبه شما بود، یعنی این که توبه شما توبه صادقانه، توبه خالص و توبه نصوحی هست. من همسرم فوت کردن، 1 سالی که فوت کرده، خواستگار دارم. آیا حلال ازدواج بکنم؟ بله، چرا حلال نیست؟ جایز هست. کسی که شوهرش فوت کرده از نظر شرعی بعد از این که عده تمام می شود می تواند که به اصطلاح ازدواج بکند. هیچ گونه ممانعتی وجود نداره. نه بعد از 1 سال بلکه بعد از 4 ماه و 10 روز. کسی که شوهرش وفات کرده بعد از 4 ماه و 10 روز می تواند که ازدواج بکند. الان که 1 سال گذشته به طریق اولا شما می توانید ازدواج بکنید. هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی در این زمینه وجود ندارد. نماز تراویح واجب است یا سنت؟ جز نمازهای سنت هست، نماز واجبی نیست. به اتفاق علما نماز تراویح واجب نیست بلکه جز نمازهای سنت هست. آیا نعوذ بی اختیار روزه رو باطل می کند؟
نه، تحریک شدن، کسی مثلا الان به هر دلیلی صحنه دید یا خودش مثلا به فکری فرو رفت و از نظر جنسی تحریک شد، این جزء شکننده های روزه نیست، جزء شکننده های روزه شمرده نمی شود و روزه کاملا صحیح است. آیا سحر و جادو برای یک مرد جنسی بکنه اون طرف به مشکل میخورد؟ بله، یکی از انواع سحر و جادو این است که طرف را میبندند و نمیتواند با همسرش به صلاح رابطه برقرار بکند، که این صورتهای مختلفی دارد که اینها رو در برنامه ناگفته های سحر و جادوگری من اینو به صورت کامل بیان کردم و راهکارهایی رو هم که علما در این زمینه گفتن اونها رو بیان کردم در این برنامه، در پیج هست و در یوتیوب هم هست، انشاءالله مراجعه بکنید و به صورت مفصل در اونجا توضیح دادم. آیا در حال روزه داشتن تتو بزنیم روزه باطل است؟ نه، باطل نیست. تتو زدن جایز نیست، منتها کاری با روزه ندارد. اگر کسی این کار رو انجام داد روزهش نشکسته و صحیح است. حکم لیزر موهای زاید در ایام رمضان چیست؟ به صورت کلی موهای بدن، جاهایی که مثلا از نظر شرعی گرفتنشون جایز هست، تفاوتی نداره که با چه زمینه‌ای باشه، تفاوتی ندارد که با چه وسیله‌ای باشه. الان به صورت تیغ باشه، الان برای خانم ها بعضی خیلی سوال میکنند که آیا استفاده از تیغ جایز هست؟ بله جایز هست، هیچ گونه به اصطلاح ممانعتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در زمان قدیم هم بیشترین چیزی که در این زمینه استفاده میشد همین به اصطلاح تیغ بود. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که شما از سفر برمیگردید عجله نکنید، یعنی به خانوادهتون اطلاع بدید، اونا خبر بشند که شما اومدید. در روایت اومده حتی تستحد مغیبتو، تا اون زنی که به اصطلاح شوهرش سفر رفته بوده حدیده استفاده بکنه. حدیده یعنی تیغ اون زمان بوده، یا همون استره‌ای که میگفتن، یعنی اینکه در زمان گذشته در زمان پیامبر این استفاده میشده، هیچ گونه مشکلی نداره. و موهایی که زدنشون جایز هست الان تفاوت نداره با چه وسیله‌ای باشه، با تیغ باشه، با پودر باشه، یا اینکه موارد دیگری باشه، لیزر باشه، از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. فقط موردی رو که علما در این زمینه روش انگشت گذاشتن این است که جایز نیست که بدون ضرورت یک فردی عورت فرد دیگر را ببیند. اما اگر ضرورتی باشه، فرد مثلا مشکل داره، خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، حساسیت داره با موارد دیگر، در این صورت به عنوان یک ضرورت جایز است، اشکالی ندارد. آیا لکه بعد از پریودی روزه را باطل می کند؟ نه، لکه بعد از پریودی اشکالی ندارد. یعنی این که یک فردی مثلا پاک شده، غسلش رو انجام داده، اون تعداد ایامی که معمولا عادتش بوده از بین رفته، یعنی گذشته، بعد از اینکه غسل کرده یک روز یا دو روز بعدش مثلا یک لکه میبیند، این لکه بعد از پریودی از نظر شرعی اشکالی نداره. این تفاوت در ذهنتون باشه، لکه قبل از پریودی جزء پریودی هست، لکه قبلش در ایامی که شما منتظر هستید که به اصطلاح عادت بشوید این جزء عادت شمرده می شود. اما لکه‌ای که بعد از غسل هست در آخر هست این جزء پریودی حساب نمی شود. منتها خانم ها نباید در این زمینه عجله بکنند، این مطمئن باشند، صبر بکنند تا اینکه کاملا مطمئن بشوند که پاک شدن، بعد از آن بروند غسل بکنند. اگر بعد از غسل لکه‌ای به اصطلاح دیدن، این لکه مانع نماز و روزه نیست. لکه بعد از عادت ماهیانه جز عادت ماهیانه شمرده نمی شود. آیا قرص جلوگیری برای این که در ماه رمضان عادت نشیم جایز هست؟ بله جایز هست، ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده. منتها معمولا این گونه قرص ها یعنی خالی از عوارض و ضرر نیستند، چه بسا که سبب بشه که شما خون در بدنتون لخته بشه، یا اینکه عادتتون به هم بخوره، دچار به اصطلاح استحاضه و خونریزی دائم بشوید، و به این خاطر اگر استفاده نکنید اولاتر رو بهتر است. اما اگر خانمی همیشه استفاده میکنه، الان در ماه رمضان هم استفاده کرد و عادتش بند شد، روزه گرفت، از نظر شرعی روزش درسته، قضایش هم لازم نیست. آیا فرق گذاشتن بین دختر و پسر، دوست داشتن بیشتر پسرها
جایز هست یا نه؟ ببینید دوست داشتن چیز اختیاری نیست. دوست داشتن چیزی در اختیار انسان نیست. طبیعتا اگر فرزندی که به اصطلاح احترام پدر و مادر رو بیشتر نگه می‌داره، به اصطلاح احسان میکنه به پدر و مادر، نزد پدر و مادر طبیعتا از نظر قلبی به اصطلاح محبوبتر هست از اون بچه‌ای که نافرمان هست و به اصطلاح سبب بدنامی پدر و مادر مثلا شده باشه. این یک امر طبیعی هست و این رو الله متعال مؤاخذه نمی‌کند، نه در میان فرزندان و نه در میان به اصطلاح همسران. این رو الله متعال مؤاخذه نمی‌کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان درباره قسم، یعنی به اصطلاح رعایت کردن عدالت در تقسیم اوقات در میان همسران، بعد از این که از نظر ظاهری اینو کاملا مراعات می‌کردند، می‌فرمودند پروردگار هذا قسمی فیما املک، پروردگار این کاری که در اختیار من هست، من اینه که عدالت رو برقرار کردم و مساوی به اصطلاح همه چیز ظاهرا عدالت هست. اما فلا تؤاخذنی فیما لا املک، مرا در مورد اون چیزی که در اختیار من نیست، خارج از قدرت انسان هست، فرمودند که مرا در از اون مؤاخذه نکن. مهر و محبت قلبی به اصطلاح قابل کنترل نیست، در اختیار خود انسان نیست، پس بنابراین مؤاخذه هم نمی شود یک پدر و مادری که یک فرزندی رو بیشتر دوست داشته باشند، یک فرزندی رو کمتر. اما این که در عمل این رو نشان بدهند، این از نظر شرعی جایز نیست. در عمل حتما باید عدالت را مراعات بکنند، در رفتار خودشون، در گفتار خودشون، در هدیه دادن به فرزندان، پول تو جیبی دادن، تا جایی که ممکن هست این به اصطلاح عدالت را مراعات بکنند. مگر در صورتی که یک از فرزندان به طور مثال ضعیفتر هست، بیماره به طور مثال، یا عیالوار هست، نیازی به کمک بیشتر داره، این مورد دیگر هست، یکی دانشجو هست، یکی مثلا مصرف دیگری داره، یکی مشکلی داره، این اشکالی نداره در این گونه موارد. اما تا جایی که ممکن هست باید در ظاهر و در رفتار باید این عدالت برقرار بشه. یک فردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت یا رسول الله شما شاهد باشید که من این غلام و برده خودم را به این پسرم بخشیدم. پیامبر فرمودند که آیا به پسران دیگر و بچهای دیگرت هم بخشیدی؟ گفت نه، فقط همین فرزندم است. ایشان فرمودند که مرا برای کار گناه و معصیت شاهد نگیرید، یا من شاهد نمیشم در این گونه موارد. انسان باید در ظاهر این موارد را حتما مراعات بکند. آیا در نماز موقع قنوت میشه به زبان فارسی دعا کرد؟ اشکالی نداره. اگر کسی نیاز داشته باشه برای دعا، یعنی در سجده یا مثلا در به اصطلاح یا در حالت قنوت، به صورت آهسته در دل خودش مثلا یا با صدای آهسته دعا بکند با زبان مادریش، ممانعتی ندارد. خصوصا که مثلا دعای قنوت مثلا در نماز سنتی هست، این اشکالی نداره، جایز هست. اما اولاتر بهتر این است که همون دعاهایی رو که مأثوره هست، این از پیامبر نقل شده، اونها رو بخوانیم. و خواندن دعای قنوت در نماز وتر جز سنت هاست. از دیدگاه جمهور علما جز سنت هاست. یعنی اگر شما در نماز خودتون، در نماز وتر خودتون فراموش کردید، نماز دعای قنوت نخواندید، اصلا در طول سال هم بالفرض اگر دعای قنوت نخوندید، نماز وتر شما کاملا صحیح است. صحت نماز وتر به اصطلاح منوط به خواندن دعای قنوت نیست. این دیدگاه جمهور علما هست. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک مقدار این مسئله را یعنی سخت‌تر گرفتند و خواندن قنوت در نماز وتر را جزء واجبات می‌دونند. خود نماز وتر را واجب می‌دونند و هم خواندن دعای قنوت در وتر جزء واجبات است در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما همین که شما اگر یاد نداشتید، همین بگه که رب اغفر لی مثلا گفتید، همین دعایی که در یک کلمه هم باشه، یک جمله باشه، این هم از نظر شرعی کفایت میکنه. استاد شما حنفی هستید؟ بله عزیزان، من حنفی هستم، حنفی بودم، هنوزم با فقه حنفی سر و کار دارم. اما یک تصوری که بعضی از عوام دارند که حنفی کسی هست که باید در تمام جزئیات ریز و درشت هر چیزی که به طور مثال در فلان کتاب فقه حنفی نوشته همه رو باید قبول بکنی، این معنی حنفی بودن نیست.
در بسیاری از موارد علما و فقهای ما برخلاف مذهب فتوا دادند و از نظر اصول فقه حنفی اگر در یک موردی یک عالم حنفی بر غیر مذهب فتوا داد هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. یک مصلحتی باشد، یک ضرورتی باشد، یک فردی مثلا برخلاف فقه خودش یک عالمی مفتی فتوا داد، موارد متعددی ما در فقه حنفی داریم که برخلاف به اصطلاح قول راجح مذهب دارند فتوا میدن. این که یک عالمی به طور مثال در یک مسئله نظر یک عالم دیگر رو ترجیح بده، قول امام شافعی رحمت الله علیه مثلا عمل بکنه، این به معنی خارج شدن از مذهب نیست. مذهب یک سری اصول و ضوابط و قواعدی هستند که بر اساس آن باید عمل بکنیم. بنابر فقه حنفی و همچنین بقیه فقه های اهل سنت و الجماعت اصل بر این است که در هر مسئله ما باید نگاه بکنیم به قرآن، به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اگر هر عالمی در زمان تحقیق و مطالعه خودش و بررسی خودش به یک نتیجه رسید که فلان قولی که در مذهب من هست این ضعیف هست و قول مذهب شافعی، مذهب حنبلی به طور مثال قوی تر هست، بینه و بین الله باید به همون مذهب شافعی باید عمل بکنه. نه اینکه بنابر تعصب بگه الا بالله بله من میدونم که فلان، بسیاری از علما هم متاسفانه این گونه بودن، میدونند که مثلا فلان قول امام شافعی یا مثلا یک مثلا فردی میدونه شافعی هست، میدونه قول امام ابو حنیفه در فلان مثلا راجح هست، الا بالله چون که من اسمم به شافعی در رفته باید روی همین قضیه من باید بمونم و بر قول صحیح عمل نکنم. نه، این گونه نیست. خارج شدن از مذهب در یکی از مسائل فقهی بنابر ضرورت و بنابر مصلحتی یک مفتی کاملا میتواند فتوا بدهد، این به معنی خارج شدن و ترک مذهب نیست. اگر کسی با همسرش قهر باشد، قسم خورده باشد، راه حل چیست؟ راه حل این است که قسمش را بشکند، قهر شده برود آشتی بکند و کفاره قسم بدهد. با هر کسی که قسم خوردید، قهر هستید، قسم خورده بودید، حکمش این است که قسمتان را بشکنید، بروید آشتی بکنید و بعد از آن کفاره بدهید. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فرمودند که اگر کسی از شما برای یک چیزی قسم خورد و بعدا متوجه شد که آن کاری که قسم خورده که انجام ندهد میداند که خیر در اون هست، بهتر است که انجام بدهد، قسمش را بشکند و لیکفر عن یمینه، برود برای قسمی که خورده کفاره بدهد. کفاره قسم این است که شما به 10 نفر مسکین غذا بدهید یا لباس بدهید. اگر توانایی مالی ندارید، بعد از این در مرحله دوم باید که به 3 روز باید روزه بگیرید. در زمان غسل باد معده خارج شود، غسل باطل است؟ نه، غسل باطل نمی شود. غسل باطل نمی شود. ببینید ما 2 تا قضیه در اینجا داریم، یکی بحث وضو هست و دیگری بحث غسل هست. بحث وضو و بحث غسل، این 2 تا قضیه با همدیگر کاملا فرق می کنند. این 2 تا قضیه با همدیگر کاملا فرق می کنند. در مورد وضو، اگر کسی در وسط وضوی شکست، به این معنی که بادی از شکمش خارج شد، وضویش شکسته، وضو باطل شده. به طور مثال تمام اعضا رو شسته بود، الان مونده بود که پاها رو بشوید، بادی از شکمش خارج شد، وضوی شکسته، باید از اول وضو بگیرد. این مورد برای وضو گرفتن هست. برای غسل این گونه نیست. برای غسل این گونه نیست. اگر کسی در وسط غسل به طور مثال الان وضوی شکست، قطره ادرار خارج شد، بادی از شکمش خارج شد، وضوی شکسته اما غسلش نشکسته، به این معنی که لازم نیست از اول دوباره غسل بکند. همین که تمام بدنش را آب کشیده یا یک قسمتی از بدن مونده، اون باقی مانده بدن را آب بکشد، غسلش صحیح هست، غسلش کامل هست. اما باید بعد از این که غسل کرد وضو هم باید بگیرد. غسلش سالم هست، غسلش نشکسته، اما طهارتش شکسته، باید بعد از آن وضو بگیرد و این تفاوتی است که در میان وضو و غسل وجود دارد. دختر خاله پسر خاله که شیر خورده با هم دست بدهد درست است؟
اگر واقعا با هم شیر خورده باشند، خب اینا میشوند که خواهر و برادر رضایی همدیگر میشوند. خواهر و برادر رضایی همدیگر میشوند و دست دادن از نظر شرعی در این زمینه اشکالی ندارد. آیا مزه کردن غذا باعث باطل شدن روزه می شود؟ اگر بنابر ضرورت هست نه اشکالی ندارد، منتها باید سعی بکنید که آب دهانتان را فرو نبرید. صرفاً به این که طعم غذا را چشیدید این جزء شکننده های روزه شمرده نمی شود. مال مرا جواب بده. اگر بعد از افطار خود ارضایی کنیم چی می شود در ماه رمضان؟ خب ماه رمضان برای این است که شما به اصطلاح هم به الله متعال نزدیکتر باشید و هم این که به اصطلاح شهوتتون یک مقدار فروکش بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اگر که شما جوانان توانای ازدواج رو دارید ازدواج بکنید و اگر توانی ازدواج ندارید فرمودن و من لم یستطع فعلیه بالصوم، روزه بگیرد. روزه معمولا وقتی که با شرایطش باشه و اون حالت معنوی روزه رو شما مد نظرتون باشه سبب می شود که انسان در واقع مقدار آرامش بیشتری داشته باشه، به گناه و معصیت بیشتر به اصطلاح فکر نکنه. شایسته نیست. من بارها گفتم که خود ارضایی جز کارهای به اصطلاح غیر اخلاقی هست و یک روش غیر فطری هست، زیاده روی در آن ساعت که شاید سبب یک سری عوارض جانبی هم بشود. اما اگر کسی به اصطلاح بالفرض این کار رو بعد از افطار انجام داد، اون روز گذشتهش یا روز بعدش روزش صحیح است، ارتباطی با اون روز قبلی شما نداره. روز قبلی روز بعد شما از نظر شرعی اشکالی نداره و درست هست. آیا گرفتن سند ازدواج حرام است؟ نه، چرا باید حرام باشه؟ این که ازدواج مثلا کسی 2 نفر ازدواج کردن، سند ازدواج گرفتند و ثبت شده، نه هیچ گونه چی نداره، بلکه یکی از به اصطلاح ضروریات های زندگی و یکی از مصلحت های و منافعی هست که انسان باید انجام بده و تضادی هم با شریعت اسلامی ندارد و نمیتونه که حرام بشه. آیا خواهر متأهل می تواند که سرسای خود را به برادر مجرد بدهد؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره. حتی اگر مجرد هم باشن هر دوتاشون اشکالی نداره. خواهر و برادر از نظر شرعی می توانند که صدقه فطر خودشان را، زکات خودشان را به همدیگر بدهند. این اشکالی نداره. اگر شما برادرتون چه مجرد باشه یا متأهل باشه نیازمند فقیره، میتونید که بسا زکات خودتون رو به اون بدید، میتونید صدقه فطرتون رو به اون بدید. و همچنین خواهرتون اگر که به اصطلاح تحت تکفل شما نیست و به اصطلاح فقیر هست، میتونید زکات خودتون را یا صدقه فطرتون رو به اون بدید. هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. برای لکه بینی بعد از عادت ماهانه باید غسل انجام داد؟ اگر کسی مطمئن شده که عادت ماهیانش تمام شده و بعد از آن لکه دیده، نه، غسل دیگری لازم نیست. اما اگر بگونه ای هست که زود غسل کرده هنوز کاملا پاک نشده، به این معنی است که اون غسل اولیش معتبر نیست. اما اگر 7 روز به طور مثال کسی عادتش بوده، 7 روزش تمام شده، مطمئن شده که پاک هست، الان رفته غسل کرده، 1 روز بعدش لکه دید، در این صورت غسل جدیدی لازم نیست، همون غسل اولی کفایت میکند.
قورت دادن خلط گلو روزه را باطل می کند؟ خیر. فرو بردن آب دهان یا خلط گلو از نظر شرعی جز شکننده های روزه شمرده نمی شود. روزه شما کاملا صحیح است. کفاره روزه شخص مریض چقدر است؟ اگر کسی در ماه مبارک رمضان بیمار هست و نمیتواند روزه بگیرد، از نظر شرعی حکمش این است که بعد از رمضان روزه بگیرد و اگر بیماریش بگونه‌ای هست که ادامه داشته باشه یا انسانی باشه که پیر و فرتوت هست و نمیتواند به صورت کلی روزه بگیرد، باید به جای هر روزی به یک مسکین غذا بدهد. در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد و فدیه هر روز رمضان به اندازه یک نهار و شامی هست، به اندازه یک نهار و شامی یا چیزی معادل با 1.5 کیلو مثلا مواد خوراکی که بدهید یا پولش را بدهید، همین مقدار کفایت میکنند. اما اگر خواستید مثلا غذا بدهید، همین در حد یک نهار و شامی، حتی اگر شده در حد مثلا یک ساندویچ هم دادید، از نظر شرعی اشکالی نداره و درست هست. من 20 ساله هیچ وقت غسل انجام ندادم. با یک بار انجام دادن همه اونها پاک میشه؟ منم پاک میشم؟ غسل اگر منظورتون اینه، غسل در صورتی واجب هست که جنابتی صورت گرفته باشه. در صورتی واجب هست که جنابتی صورت گرفته باشه. شما قطعا در این ایام مثلا در 20 سال مثلا حمام که رفتی، همین حمام رفتن وقتی که به نیت پاکی باشد یعنی که غسل انجام دادید. به طور مثال بالفرض این که یک فردی مثلا چندین بار جنابت شده، به قول شما که 20 سال حمام نرفتی، غسل نکردی، یک فردی مثلا 20 سال هست که مثلا یا حد مثلا چندین مورد مثلا پیش اومده باشه که جناب شده باشه، غسل نکرده باشه. بله، همین که یک مرتبه غسل بکنی برای تمام موارد از نظر شرعی کفایت میکند. یه خانمی فرض کن که هم جناب بوده و همین که هم عادت ماهیانه شده، یک غسل کافی هست. یک غسل کافی هست. یک مرد و زنی مثلا چند بار هم بستر شدند، یا یک فردی مثلا در طول چندین روز و چندین سال به قول شما اصلا غسل جنابت انجام نداده باشه، الان توبه کرده غسل میکند، همین یک غسل کفایت میکند. لازم نیست که به تعداد ایامی که مثلا شما جناب شدید یا به تعداد بارهایی که جنابت انجام شده شما باید غسل بکنید. نه، همون یک بار که غسل بکنید این در واقع کفایت میکنه و پاک میشوید. آیا شغل آرایشگری گناه محسوب می شود؟ نه، در اصل شغل آرایشگری بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، هم برای مردان و هم برای زنان، و یکی از نیازهای اجتماعی و جامعه به اصطلاح انسانی هست. نمیشه گفت که مثلا این حرام هست. فقط مواردی رو که از نظر شرعی حرام هستند این بحثشون کاملا جدا هست. به طور مثال گرفتن ابرو هست، به طور مثال این از نظر شرعی جایز نیست، اما موارد دیگری که جایز هستند جز موارد آرایش هستند از نظر شرعی هم ممنوعیتی نداره و پولی هم که از این طریق به دست میاد کاملا حلاله. عقیم کردن حیوان خانگی، سگ یا گربه گناه است؟ اگر در این زمینه مصلحتی وجود داره به صورت کلی اشکالی نداره. عقیم کردن به اصطلاح چه حیوان خانگی باشه مثلا یا حتی حیوان اهلی باشه، وقتی که مصلحتی در این زمینه وجود داشته باشد ممانعتی از نظر شرعی هم ندارد. آیا دود جوشکاری روزه را باطل می کند؟
نه، دودی که به اصطلاح ناخواسته به اصطلاح فرو می رود، انسان استشمامش می کند، این جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود و این چاره ای نیست و هیچ کسی عمدن این کار رو انجام نمی دهد، ولی اینکه مثلا به فرض بکنیم که به اصطلاح اجزای بسیار ریزی هم داشته باشد و غیر عمدی هست و چاره ای هم از این نیست و جزء شکننده های روزه شمرده نمی شود، گرچه انسان بهتر است که در این وقت مثلا ماسکی به روی صورتش باشه که قطعا معمولا بیشتر این گونه هست، اما حتی اگر ماسکی هم نباشه و به اصطلاح دود مستقیم به اصطلاح استشمام بشه، جز شکننده های روزه حساب نمی شود. آیا ترشح زنانه وضو را باطل می کند یا نه؟ بله، ترشحات زنانه وضو را باطل می کنند. اگر این ترشح به اصطلاح بر اساس تحریک جنسی باشه، به اتفاق علما نجس هست. اما اگر ترشح عادی واژن باشد، از نظر شرعی به اصطلاح نجس نیست، منتها جز شکننده ها هست. هر چیزی که از سبیلین خارج بشود، از راه جلو یا عقب از بدن دفع بشود، جز شکننده های به اصطلاح وضو شمرده می شود. آیا روزه داشته باشی ولی یادت رفته باشه نوشیدنی یا چیزی بخورید بعداً یادت بیاد، روزت باطل میشه یا نه؟ نه، چیزی که شما به فراموشی خوردید، یادتان نبود، چیزی خوردید و نوشیدید، از نظر شرعی روزه شما اشکالی نداره، روزهتون درست هست. بعد از آن دیگه وقتی که متوجه شدید یا همون لحظه‌ای که متوجه شدید، باید ادامه ندهید. آبی مثلا خوردید، نصف لیوان رو خورده بودید، بعدا متوجه شدید که روزه هستید، دیگه بیشتر ادامه ندهید و باقی مانده آب رو نخورید به این نیت که مثلا الان روزم شکست. نه، روزه نشکسته. اگر کسی ناخودآگاه از روی خطا یا از روی فرض کنیم که فراموشی یک چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش نمیشکند. آیا حجامت روزه را باطل می کند یا خیر؟ بسیار از علما نظرشون بر این است که به اصطلاح حجامت را جز شکننده های روزه می دانند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود احتجم الحاجم و المحجوم. منتها روایت دیگری هم در این زمینه داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالتی که روزه بودند حجامت کردند. بنابراین اگر یک فردی مثلا احتمال میدهد که اگر حجامت بکند و به اصطلاح بدنش ضعیف میشود به خاطر خونی که از اون رفته، در این صورت نباید که چنین کاری رو انجام بدهد. اما اگر کسی انجام داد و به اصطلاح منجر نشد که روزش رو بشکند، روزش نشکسته و روزش یعنی قضای بر اون لازم نیست و روزش صحیح است. گناه زنا با توبه بخشیده می شود؟ بله، هر گناهی که باشد، هر گناهی که انسان انجام داده باشد، با توبه الله متعال اون گناه را می بخشد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله متعال تواب و رحیم هست و تمامی گناهان را الله متعال می بخشد. حتی اگر گناه شرک باشه، گناه کفر باشد، وقتی که انسان توبه بکند، الله متعال توبه انسان را قبول می کند و گناهش را در واقع می بخشد. و اگر به اصطلاح گناهانی که انسان مسلمان انجام داده، حتی اگر توبه هم نکرده باشد، در دایره رحمت و مغفرت الله متعال هستند. یعنی امکان دارد که الله متعال حتی گناهی رو که از آن توبه نکردید هم الله متعال اون رو ببخشد، به خاطر ایمانی که در قلب یک انسانی باشه، به خاطر اخلاصی که باشه، به خاطر دعایی که کرده، به خاطر کاری نیکی که انجام داده، به خاطر دعای دیگران درباره اون و موارد دیگری هستند، به خاطر نمازی که خونده، عبادتی که انجام داده. اینها تمام کفاره گناهان میشوند. امکان داره که الله متعال بدون این هم الله متعال این گناهان را ببخشد. اما گناه شرک را الله متعال بدون توبه نمی بخشد. برای گناه شرک و کفر حتما باید انسان توبه بکند. اما گناهان دیگر گرچه باید توبه بکند، اما بالفرض اگر کسی توبه نکرد، باز هم امید رحمت و مغفرتش هست. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم امروز و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما بزرگواران را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.